قدرت دادن به هر کسی غیر از خدا شرک محسوب میشه. حالا اون مورد میخواد رئیس آدم باشه، میخواد محیط زندگی باشه، میخواد پدر و مادر باشه، میخواد کودکی من باشه، میخواد در واقع همسرم، فرزندم و هر کدوم از این موارد وقتی توی ذهن ما قدرت بگیره، پرورش داده بشه و ما خوشبختی و خوشحالیمون و رسیدن و نرسیدنمون رو به این موارد گره بزنیم، در واقع ما دچار شرک شدیم. به همین خاطره که توی قرآنم بارها خداوند فرموده که شرک بخشیده نمیشه. حالا بیایم یکم بررسی بکنیم ببینیم ریشش چیه که انقدر میتونه مخرب باشه. من وقتی عامل بیرونی رو بهش قدرت میدم و دلیل فقرم، بیماری، چاقی، بیپولی، خوشحال نبودن، ناموفق بودنم رو، تمام اینها رو میندازم گردن این در واقع عوامل بیرونی، مثل خانواده، مثل جامعه، مثل ژنتیک، مثل دولت، مثل رئیس جمهور، مثل همسر، پدر و مادر و غیره و غیره. توی روزهای سخت مغزم دلیل تمام این ناموفق بودنها و ناکامیها رو میذاره پای اون عوامل بیرونی و کاملا خودم رو در برابر اونها فلج نشون میده. یعنی من دیگه سعی نمی کنم موردی رو تغییر بدم، من سعی نمی کنم تلاشی بکنم برای اینکه بتونم اون مورد رو تغییر بدم و خودم رو برسونم به اون موفقیت، به اون شادیه. من سعی می کنم به جای اینکه ببینم بقیه چی میگن، تو جامعه چی گفته میشه، توی گوگل چی گفته میشه، دانشمندا و پزشکا چی میگن، بیشتر سعی میکنم ببینم چه باوری بهم کمک میکنه، چه باوری کمک میکنه که من رو به سمت حال بهتر، موفقیت بیشتر، اتفاقات قشنگتر، آدمهای بهتر برسونه. چه نوع فکری، چه نوع باوری به من کمک میکنه، روی همون تمرکز کنم. چون میدونم مغز من دائم دنبال مقصر میگرده که موارد ناکامی من رو گردن بقیه بندازه. وقتی این رو بپذیرم، وقتی این رو آگاه بشم بهش، اون وقته که دائم به خودم میگم ببین همه چیز دست خودته. تمام مواردی که اتفاق افتاده و اتفاق نیفتاده عامل شخص تو بوده. اگر اتفاق ناخوشایندی بوده به خاطر رفتار اشتباه تو بوده. اگر اضافه وزنی وجود داره به خاطر رفتار اشتباه توه. اگر آدم‌ها از اطراف دور میشن و نمیتونی با آدم‌ها ارتباط برقرار بکنی به خاطر باگ شخصیتی و اخلاق بد خودته. پس بیا اون برنامه غذایی، برنامه ورزشی، اون رفتارهای ناخوشایندی که باعث میشه بقیه ازت دلخور بشن، بیا اونو درستش کن. وقتی من میپذیرم عاملم، دنبال راه حل میگردم. وقتی بپذیرم که همه چیز به جز خودم روی این موارد تأثیر داره، دنبال مقصر میگردم و وقتی دنبال مقصر میگردم دیگه دنبال بهبود نیستم. اون وقته که پیشرفتی نمی کنم و هر روز شرایط برام بد و بدتر میشه. ولی وقتی بیام بگم باید باورامو درست کنم، باید روی ایراداتم کار کنم،
وگرنه این همه آدم توی این کشور دارن زندگی میکنن، خیلیاشون وضع مالی خوبی دارن، خیلیاشون کسب و کارهای خوبی دارن، خیلیاشون اندام خوبی دارن، خیلیاشون شادی و خوشبختی خوبی رو تجربه میکنن و هر روز رو به پیشرفتن. پس منم که دارم خودمو گول میزنم و ذهنم در واقع داره منو گول میزنه و منو میبره سمت عوامل بیرونی که بهم بگه تقصیر تو نیست، تقصیر موارد بیرونیه، تقصیر کشورته، تقصیر پدر مادرته. یادت وقتی کوچیک بودی، وقتی در واقع خیلی سن کمی داشتی، پدر مادرت چه رفتاری باهات کردن؟ یادت معلمت چی کار کرد؟ یادت مدرست اینجوری بود؟ وقتی من اینو باور میکنم که این موارده که داره آینده منو میسازه، دیگه ذهنم نمیپذیره که من عاملم. و وقتی اطلاعات منفی وارد ذهن من میشه، وقتی میرم خبر میخونم، وقتی تو شبکه‌های اجتماعی میچرخم، وقتی با آدم‌های صحبت میکنم که غر میزنن، دائم دنبال مقصر میگردن، طبیعیه که منم شبیه اون آدما دنبال مقصر میگردم، دنبال تقصیرکار میگردم و این باعث میشه که من باور کنم که عوامل دیگه‌ای به جز من، درون من و خدای من باعث در واقع اتفاقات زندگی منه. اون وقته که راه تغییر رو تو ذهنم میبندم و فکر میکنم اینم دیگه قسمت منه، اینم دیگه زندگی منه. اما اگه باور کنم که تعداد آدم‌های خوب هر روز داره بیشتر میشه، اگه باور کنم هر روز پول و ثروت و نعمت بیشتر میشه، اگه باور کنم که صداقت آدم‌ها هر روز بیشتر میشه، آدم‌هایی با صداقت بیشتر، با در واقع حسن نیت بیشتر، آدم‌های خوشقلب تعدادشون بیشتر میشه و سر راه من قرار میگیره، این باور به من کمک میکنه. چرا؟ چون من میخوام به سمت خوبیا هدایت بشم و طبیعیه که نتایج با باورهای من هماهنگه. اگه باورم این باشه که پول نیست و پول درآوردن کار سختیه، قطعاً برام سخت میشه. ولی وقتی بگم هر روز نعمت و ثروت داره بیشتر میشه، ببین چقدر تعداد خونه ها، ویلاها، ماشینای خوب و لوکس، کسب و کارهای موفق هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. ببین حتی روستاهای ما هر روز داره پیشرفته تر میشه. یا راجع به سلامتی، اگه باور کنم که هر روز سلامتی تحلیل میره و کم و کمتر میشه و بیماری توی دنیا داره بیشتر میشه، خب قطعا نتایج هماهنگ با باورهامو میگیرم. پس باید سعی کنم مواظب باشم، ببینم چیو میشنوم، چیو باور میکنم، چیو گوش میدم، چیو میبینم، چون آینده من با همین باور داره خلق میشه. اگر باور بکنم که همه مردها خائن هستن، همون رو تجربه میکنم. اگر باور کنم همسرم همش داره بهم دروغ میگه، داره بهم خیانت میکنه، داره بهم دروغ میگه، یه سری چیزا رو ازم پنهان میکنه و دائم شک رو توی دلم پرورش بدم، تو داری به جهان همون چیزی رو درخواست میدی که نمیخوای. تو داری شک رو، خیانت رو، دروغ رو، دورویی رو به جهان درخواست میدی. پس نباید تعجب بکنی که از جنس همون در واقع درخواستات رو، بازتابش رو ببینی و تعجب میکنی که دقیقاً همون اتفاقایی که انتظارش رو میکشیدی اتفاق میفته. اما بیا جاش رو عوض بکنیم. به جای اینکه اینقدر به این موارد ناخواسته فکر کنیم، به خواسته ها فکر کنیم. مردها خیلی هم انسانهای خوبی هستن، خانواده دوستن. همسر من خانوادهش رو دوست داره، زندگیش رو دوست داره، به من پایبنده.
بیا به این چیزهایی که دوست داری بهش برسی فکر کن تا جنس همونها توی زندگی تجلی پیدا بکنه. چون در نهایت حق با توه و انتخاب با توه. تو هم میتونی فکر بکنی که عوامل بیرونی میتونه توی زندگیت اثر داشته باشه که تو درست فکر میکنی و هم میتونی فکر بکنی که عوامل بیرونی هیچ تأثیری تو زندگیت نداره، بازم تو درست فکر میکنی. مهم اینه که تو انتخابت برای آیندهت چیه؟